بسم الله الرحمن الرحیم. له آفاق انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. په وروستیو څو کلونو کې په ځانګړي ډول د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنېدو وروسته په نړۍ کې امنیتي او سیاسي بدلونونو یو ځل بیا زور اخیستی دی او له جدي ننګونو او ستونزو سره مخ شوی دی. له وینزویلا، لاتین امریکا نیولې تر اروپا، لویدیځ اسیا او همدارنګه ایران پورې ډیری هیوادونو کې یو څه بدلونونه رامنځته کیږي او یا هم د رامنځته کېدو په حال کې دي. د فشار، ګواښ او بندیزونو سیاستونو یو ځل بیا دا پوښتنه راولاړه کړې ده چې امریکا او د هغه متحدین په ځانګړي ډول اسرائیل د هیوادونو په بې ثباته کولو کې څومره هدفمنده رول لري. او اوس په همدې لړ کې د ایران کورني بدلونونه، ټولنیز اعتراضونه، د مجازي فضا او رواني جګړې رول او د بهرمېشتو اپوزیسیونو څیرو مطرح کول د نړیوالو شنونو مهمه برخه ګرځېدلې ده. اوس دغه کوم لاریونونه چې په ایران کې روان دي دا څومره په راتلونکي کې د ایران د دولت لپاره ګواښ پېښولی شي، څومره د نظام د بدلون دغه شننه رښتیا ثابتولی شي. هغه بهرمېشتي مطرح څیرې چې په نړۍ کې د هغوی نومونه اخیستل کیږي چې بیرته ګوندې ایران ته راشي، دغه خبر به څومره صحیح تحلیل وي. په دغه لړ کې په همدغه موضوعاتو باندې تم کیږو. په همدې تړاو سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید هاشم جوادي بلخابي میلمه دی چې هغوی سره به په همدې تړاو بحث او خبرې ولرو. ډېره زیاته مننه بلخابي صاحب چې وخت مو راکړ. بلخابي صاحب راځئ په پیل کې راته د امریکا د سیاستونو، د اسرائیلو د سیاستونو په اړه ووایي چې د ایران د اعتراضونو تر شا څومره لاس لري دوی. علیکم السلام. با تقدیم سلام خدمت شما و همکاران محترم شما، بینندگان عزیز برنامه شما تقدیم سلام و احترام داریم. نخست باید اشاره بکنیم به چند لحظه که متاسفانه از زمان تشکیل ایالات متحده آمریکا رهبران ایالات متحده و حاکمان ایالات متحده بیشترین جنایات را در تاریخ بشر در کره زمین انجام دادن. اول آغاز این جنایات از داخل آمریکا شده و مهاجرین اروپایی، عمدتاً انگلیسی و غیره، بر علیه سرخپوستان که تاریخش بر همگان معلومه که اصلا حاکمان فعلی آمریکا غاصبان سرزمین آمریکا هستند و صاحبان اصلی سرزمین آمریکا یعنی سرخپوستان از سرزمینشون محروم شدن و یا از بین رفتن و یا متفرق و گمنام شدن. بنابراین این نظام بر اساس غصب بنا نهاده شده توسط مهاجرین اروپایی عمدتاً و متاسفانه این روش ادامه پیدا کرده. بعد از زمان اضمحلال سرخپوستان و غصب سرزمین ایالات متحده در جنگ جهانی ما شما میبینیم که بیشترین جنایت را حاکمان ایالات متحده میکنه که در رأس اون استفاده از بمب شیمیایی هست در ناکازاکی و هیروشیما. و بعد از اون زمان هم ما شما شاهد تجاوزات مکرر علنی و مخفی فیزیکی و فکری حاکمان امپریالیسم آمریکا در جهان بوده ایم. مثلا مثل ویتنام و مثل کشورهای آمریکای لاتین که هم اونجا حملات به اصطلاح فیزیکی و نظامی بوده و هم هجوم‌های فکری و اخیراً ما شما دیدیم که در ونزوئلا و یا پشتیبانی آقای ترامپ پشتیبانی وقیحانه و آشکار از جنایات نسل کشی در اسرائیل ما شما شاهد هستیم. با این تفصیل این یک رویه نامشروع مشخصا سیاست خارجی دونالد ترامپ بعد از اینکه دوباره به ریاست جمهوری میاد چقدر موجب ناامنی در جهان شده، چقدر تضعیف نظم جهانی را به میان آورده. بر اساس همون سنت سابقه ای که اشاره شد که چند سالهای قبل تا یک حدی به نام حقوق بشر و به نام دموکراسی این جنایات حاکمان امپریالیسم آمریکا در پرده بود. به عنوان مثال وقتی که به افغانستان اونها تجاوز کردن، کوشش کردن که سازمان ملل رو قناعت بدن و به اصطلاح در پوشش سازمان ملل و مبارزه با تروریسم و دفاع از حاکمیت آمریکا و مسئله برج‌های دوقلو و این مسائل تجاوز کردن به افغانستان. اما از زمان
آمدن مرحله دوم آقای ترامپ تجاوزات آمریکا و مظالم آمریکا کاملا عریان و بی پرده و ظالمانه شده. دیگه اصلا توجیهاتی، دلایلی به اصطلاح ولو سوری و به اصطلاح نمایشی هم در نظر گرفته نشده، مثل رو بودن آقای رئیس جمهور ونزوئلا که بله واقعیت یک رئیس جمهور قانونی بود. ما شما دیدیم به چه شکل و شیوه از کدام سازمان بین المللی و سازمان ملل و غیره اجازه و یا هماهنگی هیچ نبود. پس بنابراین یک خب یا خو اجازه هم ندارن دیگه. امی سازمان‌های بین المللی چیزی کرده میتونه در مقابل امریکا؟ ولو که چیزی هم نمیتونه و در واقع مطیع رهبران آمریکا بوده، ولی یک حد یک پوششی ظاهری برای اغفال و اغفای عوام در دنیا و ملت ها یک چنین پوششی را گاهی در نظر می گرفتن. ولی فی الحال ما شما می بینیم که نسبت به مهاجرین در داخل آمریکا وقیحانه مامورین ایالات متحده ظلم را آشکارا کردند و در ونزوئلا ظلم آشکار و در واقع تروریسم بین المللی وقیحانه و بیشرمانه و بیپرده در ونزوئلا اتفاق افتاد و تجاوزی که برای پشتیبانی اسرائیل در غزه، نسل کشی که در غزه میشه و آمریکا آشکارا پشتیبانی میکنه و این کدام توجیهی بین المللی نداره. و از طرف دیگه تجاوزی که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران کرد و ادامه حملات و تجاوز را آقای ترامپ ادامه داد و خود اعتراف کرد که ما تجاوز کردیم به ایران. همه اینها تجاوزات و برای برهم زدن نظم جهانی. بعضی کارا را امریکا در سیاست‌های خارجی خود میکنه. مثلا ما دیدیم که رئیس جمهور ونزوئلا را بودن، مثلا با غزه چه کار کردن، یا مثلا در قبال سیاست‌های خارجی کشورهای دیگه یا چی میکنن. از این معلوم میشه که یا اجازه ندارن از سازمان‌های دیگه بین المللی. آیا فکر نمیکنین که امریکا داره یک فاصله ایجاد میکنه همراه امی نهادهای بین المللی جهانی، مثلا ملل متحد یا وغیره؟ و این واقعیت هست که ضرب المثل عامیانه است فواره چون به سر رسد سرنگون شود. من نمیفهمم که این تصمیمات را آقای ترامپ در حالت عادی میگیره یا در حالت مستی با اختیار خود میگیره یا به فرمان نتانیاهو، که گمان آگاهان همین هست که او به فرمان نتانیاهو این تصمیمات وقیحانه و ظالمانه را میگیره. و چون که این ظلم و این جنایت و این تجاوز وقیحانه، بیشرمانه و عریان شده از طرف ایالات متحده آمریکا در جهان، این نوید دهنده یک نظم نوین جهانی هست که باعث رهایی و آزادی کل کشورهای مظلوم و آزاده جهان از شر مستبدین مثل آقای ترامپ خواهد شد. و این خوشبینی هست که این قربانی ها در نهایت یک نتیجه داره. آیا فکر میکنین که این سیاست های نامنصفانه دونالد ترامپ یک فاصله بسیار قوی را در میان نهادهای بین المللی و امریکا ایجاد خواهد کرد که نتیجه باز به امریکا خوب نخواهد بود؟ از سازمان‌های جهانی به اصطلاح مدافع حقوق بشر که ما شما تجربه داریم، چشم پوشی‌های اونها را نسبت به جنایات آمریکا ما شما می‌بینیم. امیدی نیست. امید به بیداری ملت‌ها هست. امید به بیداری حاکمان کشورهای آزاده جهان هست که در قبال یک چنین جنایات صف خود را از صف ظالمین جدا بکنن، صف خود رو از صف تروریست های فکری و فیزیکی واقعی مثل ایالات متحده جدا بکنن و این امیدواری وجود داره. بیاین بپردازیم به اعتراضاتی که در ایران صورت گرفته. ما شما دیدیم که در اول می اعتراضات در ایران صلح‌آمیز بود، مسالمت آمیز بود، ولی آهسته آهسته بعد از مدتی به اغتشاش کشیده شد. چی فکر میکنین که بعضی کشورهای خارجی در این اغتشاشان دست داره یا خیر؟ البته بعد از انقلاب اسلامی که در جمهوری اسلامی ایران شد، ما شما به عنوان یک کشور همسایه بی خبر کاملا نبودیم و نیستیم. تا حدی مهاجرین ما شما هست، معاملات در بین هست و روابط در بین هست. از این لحاظ یک اطلاعات هم حاصل میشه. اونچنانی که ما شما شاهد بودیم بعد از انقلابی که در جمهوری اسلامی ایران انجام شد بر علیه حکومت شاهنشاهی اون زمان که تقریبا
به طور کامل مطیع آمریکا بود و سرسپرده آمریکا بود و هماهنگ با اسرائیل، با فلسطینی ها و حتی او زمان با کشورهای همسایه دیگه نیرو و نظامی ارسال میکرد. شاهنشاه یعنی یک کشور متحد آمریکا بود. بعد از اونی که بر علیه پادشاهی ایران انقلاب اسلامی صورت گرفت، به طور متناوب علیه جمهوری اسلامی دسایسی جنگ‌های تحمیلی صورت گرفت. من باب مثال اغتشاشات داخلی در اوایل انقلاب هم صورت گرفت که منجر شد به فرار رئیس جمهور اون زمان که آقای بنی صدر بود. اغتشاشات را از خارج آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها سازماندهی کردند و از آقای بنی صدر استفاده کردند و وقتی که افشا شد آقای بنی صدر مجبور شد به فراری از ایران. بعد از او کسی را به نام آقای مسعود رجوی به اصطلاح تبلیغ و ترویج و تحکیم و تقویت کردند و جنگ های صورت گرفت در کردستان و در نهایت جنگ ایران و عراق و بالاخره آقای رجوی هم شکست خورد و او هم فراری شد و پس از او هم چند اغتشاش و آشوب های دیگه هم در ایران صورت دادن که آشکار شد بعدن که از طرف قدرت های خارجی خصوصا ایالات متحده بوده. یعنی از اول همی قدرت های خارجی در تبدیل و تغییر نظام ایران دست داشتند. بله، این جنگ و گریز وجود داشت که تا فی‌الحال شکست خورد. نهایتا ما شما حمله مستقیم اسرائیل و تجاوز آمریکا را دیدیم در همون راستا که این هم منجر به شکست شد و این مرحله وقتی که به اصطلاح یک عده از مردم جمهوری اسلامی در ایران مثل سایر ملت ها یک اعتراض به اصطلاح اجتماعی و اقتصادی را به صورت مسالمت آمیز آغاز کردن، از این فرصت یقینا آمریکا بنابر اعترافات خود ایشان و اسرائیل بنابر اعترافات و ادله‌ای که به اصطلاح به دست آمده، شواهدی که وجود داره که از رسانه‌های بین‌المللی همه ما شما دیدیم و شنیدیم و اینا امید بستن باز به همین اغتشاشات رو منحرف بکنن به سمت مسائل سیاسی. بلخابیس بعضی ها میگن که از روز نخست بعضی دستای خارجی پشت این اعتراضات وجود داشته. مثلا در روزهای اولیه میگفتن که این اعتراضات بسیار مسالمت آمیز بود اما آهسته آهسته به اغتشاش رفت. شما چی فکر میکنین؟ از روز اول دستای خارجی بود یا خیر آهسته آهسته وقتی یا دیدن که فرصت است یا داخل شدن؟ نمیشه گفت که در اعتراضات اولیه که به اصطلاح انتقاد مسائل اقتصادی را مطرح کرده بودن معترضین نقش نداشته باشه. آمریکا نقش به این نحو داشته که محاصره اقتصادی که محصول او تنگناهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی در جمهوری اسلامی است، این محاصره اقتصادی طولانی توسط آمریکا صورت گرفته بوده و یک عده مجبور شدن برای سر و سامان دادن به اینها معترض باشن و به دولت اظهاراتشون رو مسالمت آمیز بیان بکنن در قالب به اصطلاح تجمعات یا در قالب اعتصاب و این به اصطلاح دستاورد همون محاصره اقتصادی طولانی مدتی یک جانبه ظالمانه آمریکا بود. از این بخش میشه گفت که در او بخش هم تأثیر دستهای آمریکا و اسرائیل دیده میشه، اما به طور یقین در روزهای اول مسئله اقتصادی و مشکلات معیشتی و اجتماعی بوده و آمریکا و اسرائیل خصوصا ما شما میبینیم که در کمینن که در کشورهای اسلامی کجا یک راه نفوذ و یک راه نفاق و یک راه اختلاف و یک راه جنگ پیدا میکنن. فرق نمیکنه که جمهوری اسلامی ایران باشه یا امارت اسلامی افغانستان باشه یا مصر باشه یا سودان باشه یا عراق باشه، کشورهای اسلامی کجا میتونن اینا یک راه نفوذ و اختلاف پیدا بکنن. وقتی که اینا دیدن اونجا یک راه نفوذ و اختلافی پیدا شده، عواملشون رو در رسانه ها در داخل ایران در خارج ایران به هر نحوی بسیج کردن که از همون گزینه استفاده بکنن و این به اصطلاح تجمعات مسالمت آمیز رو تجمعات سیاسی بر علیه نظام و تا حدی شعارهای به اصطلاح براندازی نظام و به اصطلاح فرزند شاه مخلوع ایران را به اصطلاح نقشش رو آشکار کردن و ترویج و تبلیغ کردن از او الی آخر و در نهایت به اینجا رسیده که ما شما شاهد هستیم که دو صف تشکیل شده. یک صف اقلیت که طرفدار براندازی و غرب و عوامل نفوذی اونها هست. ما شما دیدیم در رسانه ها مسلح هم بودن و به اصطلاح فیر میکردن
به طرف مردم و یا به طرف به اصطلاح مامورین امنیتی یکی گروه بودن که در اقلیت بودن و در تاریکی ها و کمینگاه ها می آمدن. به همین سوال می پردازیم. در شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم که یک جنگ روانی هم جریان داره. ایران بسیار ضعیف جلوه میده و امی عملیات روانی دیجیتالی که مثلا در تشدید و نارامی ایران نقش داره، آیا فکر میکنین که در آینده ها این جنگ روانی و دیجیتالی بسیار دیگه هم زیاد میشه و شاید نتیجه بسیار منفی را به ایران داشته باشه؟ همینطوری که در ادامه فرمایش قبل شما، همینطوری که دو صف فعلا وجود داره در ایران، یک صف اقلیت که گاهن مسلح هم هستند در تاریکی ها و در کمینگاه ها، اونا و هماهنگی با آمریکا و اسرائیل کار میکنن به نام مردم، و یک صفی ما شما دیدیم که در روز جمعه خصوصا میلیونی مردم در حمایت از جمهوری اسلامی شعارها سر دادن در هر شهری و میلیون ها مردم بودن. اینا مردم بودن در واقع و اینها هم انتقاد دارن به حکومت، ولی نه مسلح بودن، نه در کمینگاه بودن، نه در تاریکی بودن. و این موضوع در فضای مجازی هم یقینا نمیطوره. یک تعدادی در تاریکی و در کمینگاه و با اسمهای مختلف و با معاش و درآمد دلاری از آمریکا یا اسرائیل در داخل و یا در خارج به فضای مجازی مشغول تضعیف همه جانبه نظام هستند در ایران و یک جمعی هم طبعا مخالف اونها در حمایت نظام کوشش میکنن. این دو صف همونطوری که در به اصطلاح مظاهرات ایران دو صف آشکار هست، در فضای مجازی هم یقینا چنین هست. ځینې په دې باور دي چې د رضا پهلوي بیرته راتلل ګوندې امکان ولري. آیا تاسو فکر کوئ چې دغسې یو باور چې هغلته خپور شوی دی امکان دی ولري؟ آیا داسې کوم بدلون په ایران کې په لاره ده که نه؟ به نظر ما به عنوان یک کشور همسایه و آشنایی که در بین هست از لحاظ فرهنگی و تعاملات، به نظر ما اینطور میرسه که باز همون ضرب المثل عوامی که از پشت آب رفته بیل گرفتن خطاست. شاه رفت از افغانستان. در اکثر کشورهای دنیا، در همه کشورهای دنیا، شاهنشاهی که یک مرتبه منقرض شد دوباره او کشور شاهنشاهی را نمیپذیره به طور عام، ولی به طور خاص وقتی که پدر ایشان مقبول ملت ایران نبوده، فرزند ایشان هم یقینا مقبول مردم ایران نخواهد بود. بعضی شعارها ما از رسانه ها شنیدیم که جمعیت بر علیه فرزند رضا شاه میگفتن که دور از شما و بیادبی در فضای رسانه نشه، سگ زرد برادری شغال است. بنابراین این فرزندی همون شاهی هست که همین ملت او را راندن از ایران و بیرون کردن. بنابراین ایشان شانسی نداره به نظر ما. چې دوی کوم چانس نه لري. موږ د ډونالد ټرمپ په خبرو کې هم د دوی د نوم داسې کوم څرک ونه لیدی چې هغوی دې ویلي وي چې دوی د بیرته راشي یا دغه نظام به دوی ته ورسپارل کېږي. څه فکر کوئ که چیرته امریکا یا اسرائیل غواړي چې په ایران کې د نظام بدلون وکړي، څه ډول یو نظام به دوی غواړي؟ آمریکا به هر کشوری که رفته جز فساد، بدبختی، تباهی، نفاق به وجود ناورده. مثل که در کشور افغانستان آمد قبل از امارت اسلامی به بهانه دموکراسی و به بهانه بازسازی و به بهانه کمک به ملت افغانستان، ولی لکها مردم از ملت ما شما را شهید کرد، تفرقه ایجاد کرد، جنگ‌های داخلی را اندازی کرد و فساد گسترده همه جانبه فکری اقتصادی در کشور افغانستان رایج شد. و همونطور در کشورهای دیگه که پای آمریکا رسیده اوج فساد و تباهی و نفاق و جنگ بوده. اگر چنانچه که بر حسب تجربه گذشته ما شما ببینیم بعد از انقلاب ایران هیچ زمان دسایس آمریکا و اسرائیل موفق نبوده، همیشه شکست خورده. و اولا که این دسیسه هم بر حسب همون تجربه شکست میخوره و اگر شکست نخوره و متاسفانه باز جنگ‌های داخلی، تجزیه ایران و به یغما بردن ثروت‌های فکری و مادی ملت ایران هدف آمریکا است. یعنی یک اشغال بیرحمانه، کشتار بیرحمانه، جنگ بی پایان و در جمهوری اسلامی مثل سایر کشورهایی که آمریکا تجاوز کرده اونجا پیش بینی میشه.
ښه یو څه راته د نړیوالو رسنیو په هکله هم ووایي. تاسو ګورئ چې کله هم په ایران کې ډیره یوه وړه مسله رامنځته کیږي، نړیوالې رسنۍ ورته مخ اړوي او هغه مسایل ډیر لوی خلکو ته وړاندې کوي، لکه د اسرائیلو ځینې رسنۍ دي، د امریکا ځینې رسنۍ دي. دغه اعتراضونه نړۍ ته دغو رسنیو څومره ډیر لوی مشکلات او ډیر لوی ستونزو په شکل باندې وړاندې کړي. آیا فکر کوئ چې نړیوالې رسنۍ هم په دې کې لاس لري؟ رسانه ها دو بخشن، یک بخش رسانه های قراردادی و یا به تعبیر مزدور و عوامل قدرت های بزرگ خصوصا آمریکا، چه در داخل آمریکا و چه در خارج آمریکا. این رسانه ها یقینا که اون چی که دولت مردان آمریکا و فعلا ترامپ و عوامل او برنامه ریزی و سیاست گذاری کنه حق باشه یا باطل، که غالبا هم باطل هست، چه بر علیه ایران باشه، چه بر علیه امارت اسلامی باشه، چه بر علیه غزه و فلسطین باشه، چه بر علیه سوریه و عراق باشه، اون رو ترویج و تبلیغ میکنن و اینا منصفانه کار نمیکنن، مغرضانه کار میکنن. این رسانه ها هم در واقع افکار مسمومی هستند که در دنیا به نفع ظالمینن و رسانه های بی‌طرف دنیا، چه رسانه های قوی باشه، ضعیف باشه، ملی باشه، بین المللی باشه، جهانی باشه، و رسانه های بیداری هم در دنیا وجود دارن که اینا عوامل استکبار جهانی و آمریکا یا اسرائیل نیستن، مستقل کار میکنن و چه به اصطلاح در فضای مجازی و یا احیانا در فضاهای واقعی و تصویری اونا طبعا واقعیت ها رو انعکاس میدن و ملت ها هم بیدارن و ملت ها هم به سادگی اغفال آمریکا مثل گذشته نمیشن. ښه موږ ګورو چې رسنۍ وایي او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ ګورو چې ځینې وایي چې د دغو اعتراضونو تر شا د ایران او د امریکا لاس دی. خپله د ایران چارواکي هم همداسې شننه کوي. همدارنګه د نړۍ ډیری تحلیلګران همداسې وایي چې د دې اعتراضونو تر شا د ایران او د امریکا لاس ده. ښه بیا ایران خو خپل ځان سره خپل متحدین هم لري، ځینې ستراتیژیک ملګري هم لري. آیا د دغو اعتراضونو په کنټرول کې هغوی هم له دوی سره کومه مرسته کولی شي، مثلا روسیه، چین؟ به طور یقین رسانه های آزاد اخبار و معلومات منصفانه و واقعی را در اختیار جهان میگذاره و این یک فرصت خوب هست. و از طرف دیگه طبعا در دو طرف منازعه هر یکی دوستان و یارانی داره و دوستان و یارانش طبعا به هر نحوی که امکان داشته باشه، چه فیزیکی و فکری و یا رسانه‌ای، طبعا همکاری میکنه و یک امر طبیعی هست. در حد امکان چنین چیزی وجود داره. که دوی همکاری کوي په کومو برخو کې؟ طبعا اونها هم رسانه های در اختیار دارن. کشورهایی که نام بردین کشورهای بزرگی هستند و ده ها و صدها رسانه در اختیار دارن و زبانهای مختلف منابع در اختیار افکار عمومی جهان قرار میدن. یقینا که اونها هم از رسانه های خود کوششی را انجام میدن که منصفانه باشه یا حداقل طرفداری از همون جناح خودشون باشه. څه فکر کوئ چې ایران باید څه ډول وکولی شي دغه اعتراضات، دغه لاریونونه کنټرول کړي؟ لاره یې څه ده؟ اون چی که وظیفه شرعی هست، اون چی که وظیفه انسانی هست، مدارا هست. مدارا و مماشات معمولا از نظر شریعت اسلام برای مسلمان ها خیلی امر ضروری هست در همه کشورها. یقینا که رهبران جمهوری اسلامی ایران مردمان ایران هستند و انتخاب شدن از طرف مردم ایران و کسی که وکیل مردمش باشه، از طرف مردمش باشه، دلسوز به مردم خواهد بود. و اونا هم اخیراً ما شما از رسانه ها دیدیم که دو قسمت کردن این مسئله ناآرامی رو. گفتن اونایی که انتقادهای سازنده و سالم داشته باشن، اعتراضات مشروع داشته باشن، مسئولین باید بشنون و به اونها همکار باشن و کمک کنن. و اما اونهایی که مسلحن و یا مأمورن از طرف کشورهای خارجی با اونها مدارا ضرورت نداره و به همین ترتیب یقینا اونها پیش خواهند رفت. چقدر امکان داره که این اعتراضات کنترل نشه و موجب تغییر نظام در ایران شود؟ اگر میشه چی تأثیری بر منطقه خواهد داشت، بر امنیت منطقه خواهد داشت؟ یقینا کشور ایران کشور مهمی هست و در جغرافیای حساسی قرار داره. مشترکات فراوانی با کشورهای همسایه
و کشورهای اسلامی خصوصا داره. از این جهت اگر که یک کشوری ناامن و ناآرام میشه، مثل کشور ما و شما اشغال شد، مهاجرین ما و شما سرازیر شد به کشورهای همسایه و تبعات مختلف دیگه‌ای که ما و شما دیدیم، از ویرانی کشور ما افغانستان تا مشکلات مهاجرین، همون مشکلات در ایران و همسایه‌های ایران هم تصور میشه. یک مسئله است. مسئله دوم اینه که به اصطلاح وقتی که بین یک کشور اسلامی و یک کشور غیر اسلامی خصومت پیدا میشه و کشور اسلامی شکست میخوره، طبعا برای مسلمان ها چه همسایه باشن چه غیر همسایه خوشایند نیست و عواقب خوبی نداره. خب اگر امی اعتراضات کنترل نشه و با جنگ مسلحانه در ایران تبدیل شود یا به دست خارجی ها یا در بین خود که یا کسایی که امی دولت نمیخواهد، چی فکر میکنین که حالت ایران در داخل به کدام سو خواهد رفت؟ به جنگ داخلی یا خیر تبدیل نظام یا نظامی که دست نشانده امریکا و اسرائیل باشه؟ به غیر از عده محدودی که اونها مأمورن از طرف کشورهای خارجی برای اغتشاش و شورش و ترور در ایران، ملت ایران در طول بعد از انقلاب به ما شما آشکار شده که ملت بیداری هست و فریب نمیخوره و یقینا اونها سرنوشت ونزوئلا را میبینن و سرنوشت عراق رو میبینن، سرنوشت لیبی را میبینن، سرنوشت غزه را میبینن، سرنوشت کشور اسلامی افغانستان را در زمان اشغال آمریکا میبینن که چه جنایات از طرف اسرائیل و آمریکا در این کشورها صورت گرفته و هنوز اون کشورها متاسفانه در ذلت و بدبختی و اختلاف و نفاق ملت بین خود درگیره و سرمایه های اونها به وسیله آمریکا و عوامل آمریکا به تاراج میره و یقینا که ملت ایران این آگاهی رو دارن و به این رضایت نمیدن که نظامشون خراب شه و یا ای که آمریکا بر اونا مسلط شه و یا اسرائیل بر اونا مسلط شه. امید هست و اطمینان هست که ملت ایران ملت بیداره و به چنین سرنوشتی خودش رو دچار نمیکنه، چرا که تاریخ و کشورهای همسایه را در همین زمان معاصر یقینا اونها مطالعه میکنن. گفته میشه که حلقه های استخباراتی امریکا و موساد در ایران ریشه کرده. ایران چی باید بکنه تا این ریشه را کنترل بکنه تا در داخل نظامشان در آینده این رقم مشکلات به میان نیاید؟ بیداری ملت بهترین گزینه هست. وقتی که یک ملت بیدار باشه، نفع و ضرر خود رو بدونه، در اون صورت بر علیه عوامل خارجی و بر علیه عوامل گماشته شده که مضر باشن به حال ملت و به حال کشور ایشان، خود ملت بهترین گزینه هست که هر کجای اونها را میبینن با اونا مبارزه خواهند کرد و اونها رو به نیروهای امنیتی به اصطلاح نشان خواهند داد و این همکاری ملت مثل که همینطوری که عرض شد در گذشته بارها این مسائل در ایران تکرار شده، به وسیله همکاری ملت مسائل خنثی شده و حال هم ملت اگر همکاری بکنه و میکنه و در گذشته هم همکاری کرده با دولت خود ایشان و این دستها آشکار میشه و خنثی میشه و به خیر او کشور و ملت خواهد بود. بسیار زیاد تشکر و سلامت باشین که با ما بودین. تشکر از شما. سلامت باشین. دلین کو لتاس هم ډیر زیات مننه. دینیکاس پرونه دلته پای ترسي تربه مولا احمد خيچاري.